من یک پیشنهاد همینجا میکنم، من زیاد میبینم در شبکه‌های از اون جمله فیسبوک، دختر رحمانوفا یا رحمانوفا چه پسرش یک کاریکاتورای بسیار بشرمی میکنه. برادران هموطنان خواهش من میگم همین کارا نکنید. کاریکاتورای باید منطقی باشه. درسته کاریکاتورا منطقی به معنی باشه. مثال هم دخترش رئیس دستگاه او را گناهگار است. من نمیگم بگناه، من طرفداریش نمیکنم، اما همین کار بسیار بد اخلاقیه. در بغل یک مرد یا یک نمیدونم خش تباره که همکارش میبره میمونینش بسیار بده. این کار نکنیم. این کار مبارزه هم حساب نمیخوره. شما ما گفتم پیشترک با میگم که هر یک کاری میکنید لایک کن لایک. شما فکر میکنید در قیمت جواب نمیتونه لایک؟ خدا لایک نگاه نمیکنه، کامنتار یا پادلیت نگاه نمیکنه، اینترنت نمیفهمه چیه. خدا که روز قیامت حساب کتاب روز محشر میگیم. همه اینا جواب میتین. برای همین لایک بدونید که در کجا میمونید، کامنتار در کجا مینویسید، پادلی چی را میکنه شما باید بدونید اینا. پیشتر گفتم که رقص بازی، کارهای نادرست بد اخلاقی و فاحشگی را هیچ وقت نکامید، حتی تماشاش نباید بکنید. اگر که بگذار تماشاش کردی وسوسه شیطان قدی، لایکش نمون، کامنتار پادلیش نکی، تو داو گناه شریکی، تو را با یک از دیگر نشون میتی میبری، او تماشا میکنه، تا هم گناهگاری، او هم گناهگاره. برای همین پیشنهاد می‌کنم که نزدیکای رحمانوفا یا که دیگر حتی یگان وزیر باشه که همون کارمند دیگه باشه نکنینش. همون بدنای لیچ یا که با همون کاریکاتورای بمعنی نزدیک نشین نکنینش، خوب نیست. همون رحمانوف خودش میکنه، همون اقی پدر همون بسه، همون درسته. شما ببینید یک بیچاره و شاید قرآن خوندن هم میتونن ریشش میمونن، بعد میگن داخونه یک فویشه یا یک تنفروش هم میبرن خطی و کامراش میکنن روی زنک هم میپشونن، این را نشان میتن که ببینن این زینا کرد، ملای زیناکار، جادوگر فلانی. این کار نادرسته. این آب روی ریختن ملت انمیه، دین پس دادن انمیه. این رحمانوف دین ستیزه. اگر مسلمان بگیره خچه این کار نمیکنه، یا که ملت مردم شاید دوست بداره خچه مسئولی حس کنه، این کار نمیکنه. امروز یک کار دیگر هم با ای رحمانوف نفرایی که خچه آزادی خواه میگن یا هم یاد گرفتن. من همشون نمیگم، همه شما میدوننشون. این کار نباید بکنین، درست نیست. این نامردیه. تو با خسر بچه رحمانوف یا که با رحمانوف تا برابر نکه. نامرد باشم زنده باشم یا که مردم هم نشون بتم بگن بهترین تو نیستی. نه این کار نکنین، درست نیست. با جوگای خو یک نفر با تکسری و شوخوکنک یک نفر کار نگیرین. اما بچه شما مرد نیستین. این کار نکنین. این کار واقعا درست نیست، تماما درست نیست. اونقدر گرسوخته نشین که دیگه هر کاری که شما در نمیدونه فریبتون میکنن یا که بازیتون میدرونن شما دیگه فریبته باشید. من اینم یک چیز هم میگم، من رحمانوف بعد میبینم که من هیچ باور ندارم که شاید این فکری من یگان نفر چه من بعدش ببینم نه که یک نفر پیدا شود مخفیانه مد یک نوار روی کنه که نمی رحمانوف یک دختری 15 ساله 20 ساله یا که نمیدونه 30 ساله را تجاوز میکنه مثلا، یا که یک وزیرش همون را اینم میگه بگی برادر پرتوش همین کارا بکنه، من اون را نمیپرتم. رحمانوف بعد میبینم لعنتش میخونم، لعنتش اجازت میفهم بخنم. میدونید اجازت ہے برای من لعنت کردن رحمانوف، اجازت ہے، اما برای شما اجازت ہے چون که شیطانه. نگاه کن نه که در این مسئله جوگای خوش من این کارو نمیکنم. آب روی رحمانوف بهتری ریخته نمیشه و نباید بهتری بریزیش. جنایتی داره که دیگه نیاز به این نوار هم نیست. همین رحمانوف فقط جنایت داره که همین سرقانون هم برخوانده، سرقانون تاجیکستان اما ماده یکش تا آخر شد 10 ماده و 100 باب داره که همه موقعی همین رحمانوف میتونه که بجاوگری بکشی. این هم بسه دیگه بجاوگری خود یک نفر کار نگیره. این بسیار کاری بده، باور کنید بسیار کاری بده. نشانت این هر نفر و نمیدونم خیلی خودتون مشهور هم کردن نمیتونید اون نفر آبروش هم میریزی. نگاه کنید این رحمانوف چیکار میکنه؟ گفتم که دختر پنهان میکنه، بچه را نشون میده. جای ده که اگر دختر در کار شود که نشون بده در مردم، بچه را محکم میکنه، بچه را روش محکم میکنه، دختر را نشون میده. ببینید زیناکاره. خب ما گذشته 2 هفته پیش برنامه داشتم، گفتم که خب این آمد با دختر یک وزیر صورت دارم یا که نمیدونم دست به دستم چی
باید تو بگیری در مردم نشانش بدی. هر یک نفر که همین کار را میکنه پیش او باید فکر کنه که دختر خودشه با دامادش نه، دختر خودشه با یک مرد یا یک بچه بگونه انا می کار قطعی بخپه و بگیرد در مردم نشان بده که امو وجدانش خیلی قبولش میکنه، وجدانش خیلی قبولش میکنه، اجازه نمیده، ایزو میکشه، خودش وقتی با دار میگن علاقه خودش آتش بزنه، خودش دار دا بکشه. خب این پیشنهادای ما بود دیگه، او هر کس اختیار داره، هیچ کار ما مجبور کردن نمیتونه که بسیار کاری بده، ایران بدونین رحمانوف هم باید این کارو نکنه.